با نشر چند نواری که سربازان اسرائیلی برداشتند، وزارت دفاع اسرائیل میگوید با گروه حماس در مرکز شهر خان یونس غزه جنگ دارند. صدای امریکا مستقلانه نمیتواند درستی این حرفها را دقیق کند. این آخرین خبر از جنگ در غزه است که پس از حمله حماس در 7 اکتبر سال گذشته به اسرائیل که در پی آن 1200 نفر کشته و بیش از 200 نفر گروگان برده شد آغاز گردید. وزارت تندرستی زیر نظارت حماس میگوید در حمله های اسرائیل بیش از 21,000 ساکنان عادی غزه کشته شدند. صدای جامعه جهانی برای آتشبس در غزه بیشتر صدا می‌دهد. جو بایدن پرزیدنت امریکا به فشارها برای قطع جنگ در غزه تن نداد و برای ادامه جنگ بیشتر با اسرائیل هم نظر است. بنیامین نتانیاهو در آخرین صحبت خود با رسانه‌ها گفت که جنگ در غزه در اوج است و ماه‌ها آن ادامه خواهد یافت. او بار دیگر گفت ایران در پی ناامن کردن منطقه است. ایران از حوثی‌های یمن که حکومت را در دست دارند و آنها را امریکا تروریستی می‌داند پشتیبانی می‌کند. حوثی‌ها با اعلان پشتیبانی از حماس اعلان کردند که به کشتی‌های اسرائیل در بحر سرخ حمله می‌کنند. امریکا یک ائتلاف نظامی را برای حفظ کشتی‌ها در این منطقه تأسیس داده است. یک وکیل آمریکایی از حزب جمهوری خواهان می‌گوید حکومت کنونی در پاسخ به عملهای ایران ترسویانه رفتار می‌کند. برای آنکه مشکل حل شود باید به عملیات در یمن فکر کرد که آنجا توانایی‌ها نگهداری می‌شوند، جایی که ایران کمک می‌کند تا به کشتی‌های تجارتی حمله کنند و ارتش امریکا را زیر خطر گذارد. مرکز فرماندهی امریکا اعلام کرد که به چند قایق حوثی‌های یمن که قصد حمله به کشتی‌های تجارتی را داشتند ضربه زده آنها را نابود کرده است. ارتش اسرائیل نیز این هفته ادعا کرد که در این سمت به موفقیت نائل شده است. صدای امریکا درستی این ادعا را مستقلانه نمیتواند تصدیق کند. در شرق غزه روز گذشته دود در آسمان پیچیده بود، جایی که اسرائیل محاصره کرده است. به نظر می رسد که در سال 2024 شمار قربانیان در سرزمین فلسطینیان بیشتر خواهد شد، جایی که اسرائیل هدف گذاشته است که گروه حماس را در صحنه جنگ نابود کند.